این داستان واقعی دختریه که برای شیطان دعا می کرد. حدود سال 2000 در حاشیه‌های تیخومانای مکزیک سوفیای 7 ساله به همراه خانواده‌اش زندگی می کرد. سوفیا عادت داشت هر شب بدون استثنا دعا کنه، تا اینکه یه شب ماریا مادر سوفیا اتفاقی چیزی رو شنید که واقعا خشکش زد. سوفیا آروم میگفت خدایا مامان و بابام رو حفظ کن، برادرم رو هم همینطور، و لطفاً لوسیفر رو هم حفظ کن چون هیچ کس براش دعا نمیکنه. ماریا با ملایمت پرسید چرا برای شیطان دعا میکنی؟ و سوفیا فقط لبخند زد و گفت چون اون تنهاست و هیچ کس براش دعا نمیکنه. چند روز بعد اون فاجعه اتفاق افتاد. سوفیا نزدیک خونشون تصادف کرد و جونش رو از دست داد. خانواده اون پول کافی برای مراسم خاکسپاری نداشتن، به خاطر همین مجبور بودن اونو توی یه قبر ساده و بی‌نام و نشون خاک کنن، تا اینکه یه مرد قد بلند از راه رسید. اون بدون توضیح اضافه یه چک امضا شده به خانواده سوفیا داد که تمام هزینه ها رو پوشش میداد. و وقتی ماریا از اون مرد پرسید چرا این کارو میکنه، اون مرد با نگاهی خالی از احساس گفت اون تنها کسی بود که برای من دعا میکرد و بعد اونجا رو ترک کرد. کشیش حاضر نشد راجع به این ماجرا توضیحی بده و قبر سوفیا گفته شده هیچ چیزی اونجا رشد نمیکنه، حتی علف هرز. خیلی از محلی ها ادعا میکنن بارها نیمه های شب مرد سیاه پوشی رو دیدن که کنار قبر سوفیا و در سکوت شب چیزی شبیه دعا زمزمه میکنه. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنه.